سلام دوستان عزیز، امیدوارم که همه شما خوب و تنصیحت هستید. انا امروز من نیچم کسی بیرون اومدیم پاکو قهوه تازه سحر کسی. من چند روز نبودم، ولوگای نو نموندم دوستان عزیز. برای انا همین سورپریز انا ما صاحبی دخترچه شدیم دوستان عزیز. میتوانید تبریک کنید از بس که با تولد کنی انانی فرزندمون و کارهای زیادمون بند بودیم. من ولوگی نو پرداخته نتونستم. اکنون باز نصیب باشد ولوگای نو و نو در کانال من میبرایم دوستان عزیز. ما صاحبی دخترچه شدیم، نامش زینورا دوستان عزیز. باز من نشون میدم همه همون لباسچه ها چی ها خریدم برای دخترم، همه سر از پاکوفکا میکنم نشون میدم. حاضر باشد دوستان عزیز. من دخترم رو در گهواره نمیخونم. خوننگی های ما خواستن که ما در گهواره خوابونیم چی کنیم، لیکن من اجازت ندادم دوستان عزیز. نخواستم که فرزندی من در گهواره خواب رود. حاضر ما یک تا کلیبل کچیل خریدیم، باز شезлонг دارد، بسیارتر در دیوان دوستان عزیز خواب میکند. حاضر ما نه یک ماه شدیم، چلای ما اکنون میبراید. بعد نصیب باشد خونه خودمون میریم. حاضر من در خونه مادرم در چلا دوستان. بعد ولوگ‌های نو و نو باز سینمات میکنیم، میگیریم، میپردازیم بهر شما. انم خیل دوستان عزیز. و فکرم دوستان عزیز شما هم حیران شده برای چی فیروز در کانال فیروز از ولوگ دیگر یگان ویدیوی نو نمیبراید. انا برای همین دوستان уже سرکم اومدگی بود، شکمم کلان شد. بعد دیگر هم وقتم چیکار تنگ کرد، دیگر کروکتی بند بودم دوستان عزیز، تیارکاری هم وزبین شدم، دیگر قوتم نرسید که باز برای شما سمت کنم دوستان. باید چی کنم ویدیویا редактировать کنم، باز پردازم. هر زنهای حامله‌دار این رو میفهمن. برای زنهای حامله‌دار هم تر دشوار است دوستان. گفتم که خیر ساق سلامت فرزندم را در دستم گیرم، باز دوام میدم. این کارها هیچ وقت گریخته نمیرود. باید در دوام حامله‌داری زن خودش رو شروع باید احتیاط کند. وقتی که ولوگ ها میپرداختم پس و دیگر چی، به فکرم پادپисчикони من даже نمیفهمیدن که من حامله دار بودم دوستان. بعضی وقت یک چند و یا پادپисчика ابونچی ها میگفتن که اپا شما حامله دار هستید، خیلی سوال ها میدادن دوستان. بعد من خیلی جواب نمیدادم، میگفتم نصیب، میگفتم وقتش بیاید. بعد ولوگ میکنیم. زینورا جانی من کسی برای پادپисчикони مادری زینورا جان نشون میدیم. نصیب دخترکی من کلان شود، باز ولوگ‌های نو به نو همراه دخترکم میگیریم دوستان. انا دعا کنید که فرزندی من ساق و سلامت کلان شود، دخترکی با عقل یاردمچی مادرش شود، دخترکی نمازخوان با سواد شود، در جاهای کلان کار کند، یاردمچی پدر و مادرش شود. انم خیلی دوستان عزیز، این یک ولوگی آغاز نوی ولوگ ما با زینورا جان. با ما بمونید دوستان. ما نصیب باشد ولوگ های بهتری میکنیم. دختر چمکتی های باز چی ها خریده بودم برای دختر چمچ با نشون میدم. با ولوگ ما بمونید.